السلام علیکم تماشاگران عزیز، من با شما یک کانال با نام نور تیوی توصیه می‌دهم که شما میتوانید همه در این کانال ثبت‌های نوی دامن ابراهیم را تماشا کنید. پس حتما به این کانال ابونه شوید، پادپیس را زیر کنید و زنگولچه را نیز زیر کنید. سیلک این کانال در تگ ویدیو در اپیسانی و در کامنتاری ذکر کرده شده است. میگه وقتی که بنده توبه کنه خداوند چنان از توبه بنده خشنود میشود که اگه تصور کنه میگه که یک مرد در یک صحرای بی آب و گیاه به تنهایی در بالای یک شتر سوار رفته است، معه راحلته علیها زاده و طعامه و شرابه. بالای شتر در میگه در یک پوچه خرجینش آب شایه، در یک پوچه خرجین دیگرش نان و طعام و کیلوواری و همون دولت ثروتش. فنام فاستیقظ و قد ذهبت. میروه یک درخته که میبیند در او بیابان بی آب و گیاه، میگه در همین تی سویگی اندک استراحت کنم خوب کنم و سفر مدوام میکنم. سرش میمونه خوب میکنه، از خوب میخیزه که شتر نیست. اون شتر وسیله نجاتی او مرده که شتر عرب ها کشتی بیابان میگن. تصور کنه در بیابانه که در هزارها فرسخ یگان آبادی نیست، آب نیست، گیاه نیست، شخص به توشه چکل میتونه که سفر کنه؟ در صورتی که توشش همش در داخل همون خرجینای شترش بود، هیچی همراهش نیست. کسی که شتر نیست پای درکش نیست. فطلبها حتی ادرکه العطش. بیچاره بالا دوید، پایان دوید تا اینکه زبانش از حلقش زد در اومد، از تشنگی دیگه مداری راه گردیش نموند. ثم قال ارجع الى مکان الذی كنت فیه فانام حتی اموت. دیگه دست دلش از حیاتش شست. گفت همون زیری همون درخت میرم و سرم میمونم تا وقتی که خدای تعالی امانتش بگیره. دیگه من چیکار میکنم؟ به توشت سفر کرده نتونم در این گرمی. فوضع رأسه علی صاعده لیموت. سرش در بالای صاعدای دستش، یعنی که دستا را در پشتی سر موند و سرش در بالاش اوجا بالیش نبوش و اوخی سرش همون که همه خیلی تا وقتی مردنش دراز بکشه و به همه حالت بمبرخ خوب کنه. فاستیقظ و عنده راحلته و علیها زاده و طعامه و شرابه. گفتیم که دست دلش از حیات شست است. یه وقت چشماش باز کرد که شترش در بالای سرش کوشه کده است، نخشام کده است. در بالای شتر همون خرجینایی که آب دارن، طعام دارن، تیلا و نقره مردک در روشون است. اخی شما تصور کنه که این مرد چقدر خرسن میشوه. آدمی که تمام مرگ علاقه به مرگ تسلیم شدگی. در همیشه امام مسلم اندک ایلوه کرده است، این قول در بخاری نیست. میگه فاخذ بختامها ثم قال من شدت الفرح اللهم انت عبدی و انا ربک. ایجاش میگه میپره میخیزه، ایم مهار شتر میقطع از بسیاری شادیه که خدای تعالی در قلبش انداخته است. زبانش میگیره گم میکنه و جای آن که بگم پروردگار من بنده عاصی تو هستم، تو خدای مهربانی من هستی، مربی من هستی. برعکس میگه خدایا من مربی تو هستم، تو بنده من، نعوذ بالله. اخطأ من شدت الفرح، ای شادی بسیاره دیگه زبانش گپش نمیگیره گم میکنه. حقیقتا همین خیلی هست. رحمتی پدرم قصه میکرد که در همین سر خسار اونجا ره نداره، همین کمبودی اساسیش ره شاید نباشد، یک مکان یک موضعی هست که باور کنه همین کورارزه، بسیار کورارزه باید هرچی ره نداره فسق و فساد به وجود نرسیده است. الحمدلله. برای یک جا به جای دیگر رفتن همین یک آب مگرم 10 بار بگذری آبی سرخاب دارن. میگه فصل بهار بود آب تیزتر بود. رحمتی نقل میکنه. میگه در همون
ساحل اومده میگه یک کمپیرک شیشتگی خطی نوستش کمپیری پیر اکو نمیتونن اوما بگذارن اخی او تیزه شپش میکنن. بعد میگه گفتم که بیام اومد در پشت بشی بگذارون اومد در پشتورم سوارش کرده میگه کمپیرک گذاروندم ایوسا کمپیری پیر قریب 100 ساله. بعد اتا دعا میتم خداوند جوان مرگت بکشه در مطمک بشینم. بعد میگن واسهش گفت که اخی محمد تو چی گفته استی ترب او گذارو ای خاک در دهل به چی گفتم کمپیر دیگه عقلش گم کرده است فراموش خاطر شده است نمیتونه چی بگه. ای شادی را ببینه همین مردم ببینه اگر در حالتی عقلش در جا بدنش میگفت کافر میشید نعوذ بالله. کسی بگه پروردگارو نعوذ بالله تو بنده من هستی کافر میشود. اما از شدت خرسندی را زبانش دیگه گپش نگرفت از شادی را گفت خداوند این را بگذره ما زمان را ننگریم قال را ما درون را بنگریم حال را. انا بعدا در صحیحی در هر دو اومده است هم در صحیح بخاری و مسلم که فالله اشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته و زاده و طعامه. خداوند میگه به توبه بنده مؤمن از همین مرد دیده خشنودتر میشه. شما که تصور کنید پروردگار بی‌نیازه که نه احتیاج به توبه ما داره نه احتیاج به نماز ما داره نه احتیاج به روزه و زکات ما داره پروا نداره. اما ببینه که ما از توبه ما خشنود میشود از یک ما اصلاح میشیم خدای بزرگ خشنود میشید است. پس باید ما کوشش کنیم خشنودی رحمت پروردگار را همیشه به دست بیاریم همیشه کوشا باشیم. گر بیرانی به گناهان قبیح هم زیدری خیش هم به درگاه تو آیم که لطیفی و خبیری. دست بر دامن عفوت زنم و باک ندارم که کریمی و غفوری و رحیمی و حلیمی. اینه که خدای بزرگ داریم. شخصی که این خدای مهربان داره خوشا به حالش هرگز دیر نمیشود. باید که توبه کنیم برادرای عزیز اصلاح طلب کنیم از این خدای بزرگ زیرا این خدای مهربان ما به نهایت توبه پذیر است نسبت بنده ها بسیار مهربان است. در خبر اومده است حدیث امام ترمذی با اسناد حسن صحیح روایت میکند همچنین در سنن ابن ماجه است از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی است که اصلا گناه نداره. شما میفهمید؟ شخصی که صدقاً توبه میکنه گویا گناه نداره زیرا خدای تعالی گناههای مردک محو میکنه. امام طبرانی در معجم کبیر و اسناد بسیار جید قوی روایت میکند از ابی طویل شب الممدود صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد گفت ارائیت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل ذلك من توبه. گفت یا رسول الله ببین گفت یک شخصی که از هیچ نمود گناه ها رو نتفته است همه گناه ها کرده است روش سیاه که به همه معصیت ها آلوده است در برابر این هیچ خواهش نفسانیش ترک نکرده هر چی که دلش بکشید انجام میداد. همه آدم فاسق فاجر آیا توبه داره؟ آیا خدای تعالی گناه همین بنده که میبخشه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمید که مرد درباره خودش گفته است زمان جاهلیت پیش از اسلامیش گفت فهل اسلمت یا ابو طویل گفت بسیار قدش بلند بدست این مرد ابو طویل یعنی پدری در روزی
عربان خیلی فعل دارن. وقتی که مثلا با یک کس کنیه میمونن، همو بعضا میبینن شکل و صورت ظاهریش هم میبینن، صفتاش هم میبینن، به همون کنیهش هم میتن. گفت آیا اسلام آوردی، مسلمان شدی؟ گفت فاما انا فاشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. گفت یا رسول الله، من همیشه گواهی میتم که نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی و بر این که تو رسولی بر حق فرستاده بر حق او هستی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودش، گفت تفعل الخیرات و تترک السیئات فیجعلهن الله لک خیرات کلهن. گفت من بعد فقط کار خیر نکن، گناه ها را ترک، دیگه با گناه ها بازگشت نداشته باش، با گناه دیگه بازگشت نکن. در عوض خدای تعالی همو گناه هایی را که پیش از اسلام کرده بودی، همو معصیت هایی که کرده بودی، همش به حسنه بدل میگردونند. حتی گناه تا حسنه می نویسند. این مردک حیران شد، گفت یا رسول الله و غدراتی و فجراتی. گفت همه غدر خیانتکاری هایی که نسبت الله کردم، همه او فجر زیناها و حرامی هایی که من کردم، هموارم پروردگار به حسنه بدل میگردونم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت نعم، بله. این مرد گفت الله اکبر، صدای تکبیر داد. فما زال یکبر حتی توارا، تا زمانی که ای چشم میگه پنهان نشد، همه الله اکبر گفته میرفت. مرد با اشک دیده در چشمش که ببینه ای خدای مهربان و نازنین گناه بنده ها را وقتی که توبه صدقی کردن با به ثواب بدل میگردونه، نامه اعمال من سفید میگردونه. حضرت شیخ عطار یک قصه عجیب آورده است در منطقه طیر. میفرماید والله اعلم در منطقه طیر نیست، در الهی نامه است، ببخشید در الهی نامش. چنین نقلی درست است از پیامبر که حق گوید به بنده روز محشر که ای بنده بیا و نامه برخوان که تا چی کرده ای عمر فراوان. از رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه روایت میکنند، افسوس که وقت کم است، ما هم فقط شعر گفته میتونیم. انشاءالله حدیث در همین موضوع حدیث صحیح دیگر هم است که عین همه چیزی را که شیخ عطار آورده است بیان میکنه با اسناد حسن صحیح، او را ترمذی روایت کرده است. انشاءالله هفته آینده در ابتدا اول هم حدیث بگیریم. یعنی که از رسول الله میگه روایت است که فردا روز قیامت خداوند به بنده نامه اعمالش میگه کو اک نامه بخوان که در مدت عمر چیکار کردی. چه بنده نامه برخواند به یک بار، چه بنده نامه برخواند سراسر، نبیند جز معاصی هیچ دیگر. وقتی که بنده نامه اعمال تماشا میکنه سر تا سر سیاهی، ما خودمون حتی تصور نمیکنیم که در این روزا چقدر گناه میکنیم. یک سخنی درشت دغلی که با مادرت گپ گردونی میکنی چنان گناهی هست که قسم به خدا از کی احد وزنین تره، اما ما نمیفهمیم. دل یک مسلمان وقتی که به بیهوده آزار میتی چنان گناهی هست که از کی احد گرانتر است، اما ما حس نمیکنیم در یک روز دل 100 کس می آزاریم. یک فتنه که میکنی والله از 100 کی احد گرانتر است. همه در نامه اعمال مثبت است، کرام الکاتبین همه را می نویسند. خیال میکنیم گناه نداریم، اما فردا روز قیامت وقتی که نامه را در دستام میتن، چه بنده نامه برخواند سراسر، نبیند جز معاصی هیچ دیگر. چه در نامه نبیند جز سیاهی، زبان بکشاید و گوید الهی
به دوزخ میروم زینبار تاوان. وقتی میبینه که عملهای حسنش اندک اندک هنو تمام نامه اعمال همه سیاه تلخش میکفه، میگه پروردگارا به دوزخ میروم زینبار تاوان. حقش گوید که پشتی نامه برخوان. امر خدا میشود که اک نامه را بگردم پشتش نگه کرد، چه پشتی نامه برخواند به یک بار، چنین یابد نوشته آخری کار. بدی را چون پشیمان گشته باشد، حقش 10 نیکویی بنوشته باشد. بجای یک بدی داننده راز، نبشته باشدش 10 نیکویی باز. وقتی که پشت نامه را میبینه، از بس که این بنده توبه کرده است از گناه ها، دیگر رجوع به او گناه ها نکرده است، خدای تعالی در عوض هر یک گناه کردش میگه 10 عمل حسنش نوشته است. چه بنده آن ببیند شاد گردد، زهی بنده زی غم آزاد گردد. شاد نمیشه. در همین دنیا یک کسی یک پارچه زمین بتد ای شادی را در کرتد نمیگنجی، و وقتی که نامه اعمال سفید چید آخی خدای تعالی جنت برات هدیه میکنه، این شادی زیادتر میشه. جنت را که دیگه نه مرگ داره، نه آخر داره، نه فقر داره، نه بیماری داره. به حق گوید که قیوم مطلق، ندیدم از کرام الکاتبین حق. میگه پروردگار این کرام الکاتبین همه گناهی برای ننوشتیم که من دارم گناه زین بیش بسیار، که ننوشتم بر من آن دو هشیار. بعضی گناهی اندکی کردم دو قرآن ننوشتیم، ترکش کردیم. بفرما بر من مسکین نویسم، بفرما شو که پروردگار همورم بنویسم، زیرا که توبه کرده بودم. ولی چون آن نوشتن این نویسن، و در عوض هر گناهی با 10 ثواب دیگه من بده. جانش نمیده که ای دوزخ نجات یافت. با ببینه چقدر زبانش دراز شد. انسان همیشه خیله، نه به مال دنیا سیر میشوه، نه به طاعت عبادت سیر میشوه اگر انسان صالح باشه، نه به خواندن علم. شخصا من عالم کسی را میگم که تا وقتی مردنش از علم سیر نشوه، همیشه در طلب علم باشه. او کسی که یک زمان 5 سال و 10 سال و 15 سال خوند و بعد دو دیگه کتابا را ته کردی از سال فرد، او عالم نیست، او جاهله. بگو تا بر من مسکین نویسند، ولی چون آن نوشتند این نویسند. پیامبر از چنین گفتار و کردار، بخندید شدش دندان پدیدار. حضرت میگه چنان تبسم میکرد بعد همین قصه را کردن که دنداناش حتی دیدیم، دندانای زیبا و مثل شیر سفید شد. پس آنگه گفت با داننده پاک، زهی گستاخی آخر از کف خاک. ای خدای بزرگ گفت حمد ثنا تو را که از یک کف خاک انسان خلق کردی، با این قدر بیباکش کرده که به هیچ چشمش سیر نمیشه. خوب در همیشه صحبت ما با آخر میرسونیم، زیرا وقت ما تمام شد. انشاءالله ما وعده کردیم که در موضوع توبه مفصل صحبت میکنیم. هفته آینده از همه جایی که قطع کردیم صحبت مونه، اگر خدا امکان مداده باشه و نصیب و گردنده باشه صحبت خدا دوام خواهیم داد انشاءالله. و آخر ای بندگان خدا، از رحمت خدا هرگز ناامید نشوید. خداوند همه گناه ها را می آمرزه. خداوند غفور است، آمرزنده است، رحیم است، مهربان است، با رحم است. از این خاطر است که خداوند گفت ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک هرگز نمی بخشه، اما او گناهایی که از شرک کمتر هستند اونا را از هر کسی بخواه میپذیره و گناهاشون میبخشه. قرآن فرستاد و پیغمبرش فرستاد که پیغمبر به مردم حدیث قدسی را برسونه که خداوند گفته است سبقت رحمتی علی غضبی
همیشه رحمت من پیش غضبم میروه، همیشه رحمتم از غضبم دیده بیشتر و زیادتر است. پس وقتی که گناه کردیم، مجرم گناه شدیم، باید که عمل حسنه و نیک کنیم و به سوی پروردگار رجوع کنیم تا اینکه پروردگار گناه های ما و شما را بیامرزه. ترک کردن گناه معنیش همین است، توبه کردن و رو به سوی عمل های نیک حسنه آوردن. یک برادر داریم، شاگرد منم هست کم کم، الحمدلله این روزها در روسیه در یکی از مساجد جامع امام خطیب است، موعظه میکنه روزهای جمعه. امروز تلفن کرد، التماس کرد که در موضوع توبه بیشتر صحبت کنیم. توبه، زیرا که گفت جوانا و مردای مسلمان و مردای این سرزمین که در روسیه کار میکنن عادتا همون شخصایی هستن که پیش به زنا و به کارهای حرام زیاد دست میزدن. امروز الحمدلله پشیمان شدیان، اصلاح شدیان. از این خاطر سوال زیاد میشود که آیا ما توبه کنیم خدای تعالی گناههای پیشینمون میبخشیده باشه یا نه؟ بسیار خواهش کردم برادر، نامش غلام علی است، حاج غلام علی، خداوند نگهبانش باشه او را و تمام برادرای مسلمان ما را که خارج از مملکت ما در مهاجرت هستند یا در خواندن هستند، در تعلیم و تعلم شغل دارند، پروردگار از بلا و آفات نگهبانشو باشه و در زندگی و کسب و کارشو برکت عطا کند و خداوند در راه صراط المستقیم همیشه قایم و استوارشو بدارد، توبه هاشون بپذیرد و پروردگار مساعدت کند که هنگامی که بیاتشو میزنیم در حق ما دعا کنند، زیرا دعای مسافر پیش پروردگار مستجاب است. آمین یا رب العالمین. از این خاطر در موضوع توبه انشاءالله مفصل تر که صحبت میکنیم. خدای تعالی گفتیم که توبه کارا را دوست میدارد، توبه را میپذیرد. امام ترمذی در جامع السنن خود به اسناد حسن و نیز امام ابن ماجه در سننش به اسنادی که امام بصیری در زوایدش حسنش گفته است روایت میکنن از حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت که خبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را برای ما و شما امتان آن حضرت رسانده است. اذا اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء ثم تبتم لتاب الله علیکم. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول الله میگه اگر شما خطا و گناه ها کنی به حدی که همون خطا و گناه های شما را روی هم بگذارن تا آسمان برسه، بعدا توبه کنی اصلاح شوه، خداوند توبه های شما را اجابت میکنه به شرط توبت و صدقی باشه. خداوند گناهاتون را میآمرزه. ببینید چی بشارت بزرگی، چی وعده بزرگی است از برای برادرای مسلمان ما که هرگز باید از رحمت خدا ناامید نباشید. ناامید بودن از رحمت خدا کفر است، همچنانه که نترسیدن از غضب خدا. همه ایمان دو بال داره، یکیش همیشه با امید بودن بر رحمت خدا، دومش همیشه ترسیدن از غضب خدا. اگر یکیش که نباشه ایمان نمیشه. در صحیحین اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنن از حضرت ابو سعید خدری یک قصه را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما روایت کرده است که حضرت فرمود کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا. میگه در اون مردم قوم‌هایی که پیش از شما مسلمان ها میزیستن یک مرد قاتل زندگی میکرد که 99 شخص کشته بوده است. قاتل 99 نفر. فسأل عن اعلم اهل الارض، سوال کرد، گفت داناترین شخص در این سرزمین کی باشه که از همون یک سوال و یک مشکل دارم بپرسم. فدل علی راهی
یک راهب نشانش دادن، گفتن این همین شخص از همه عالم ترین است، به همه مراجعت کن. فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبه. پیش راهب آمد، گفت یا راهب، من گفت در طول حیاتم 99 شخص قتل کردم، آیا من توبه دارم؟ آیا توبه برای خدای تعالی میپذیرفته باشه؟ راهب گفت لا، 99 کس کشته باشی، گفت رود سیاه شی، تمام، توبه تا هرگز دیگه قبول نمیشه. این مرد یک قاتل، یک آدم کش، وقتی که با در روز گفت که تمام تو مسئلت حلی، مثل بعضی برادرای خوارج احمقی ما که همه را حکم به کفر میکنن، مرتکب گناه کبیره را، گفت دیگه اصلاح نمیشه، تمام توبت قبول نیست. این شخص از فرط غضب زد، راهبم کشت. فکمل به 100 تا اینکه شماره کشته شده هاش به 100 رسید، 100 تایی پره شد. گفت پیغمبر ثم سأل عن اعلم اهل الارض، بس سوال کرد که اگه کیای دیگه دانو، یکان دانوی دیگه را نشانم بده. فدل علی رجل عالم، دلالتش کردن، گفتن پیش فلان شخص برای بسیار شخصی عالم دانشمند است. نزدش آمد، قال انه قتل 100 نفس فهل له من توبه. اومد گفت برادر، من 100 شخص کشتگیم، آیا من توبه دارم؟ توبه کردم، خداوند توبه ما اجابت میکنه؟ این مرد گفت نعم. و من یحول بینه و بین توبه، من گفت حتی همون شخصایی را که حجاب میشوم بین تو و بین توبه میدونم، در این ملک تو زندگی نکن. انطلق الى ارض کذا و کذا فان بها اناسا یعبدون الله. گفت به فلان سرزمین، به فلان مملکت سفر کرد. این مملکتی که تو زندگی میکنی همش قاتل هستن، احمق هستن، فساد و زیناکار. فلان زمین برای گفت در اونجا مردم زندگی میکنن که عبادت خدا را میکنن، مردم صالح هستن. فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضک، در همونجا همراه همون مردم زندگی کن، عبادت خدا را کن، به این وطنت بر نگرد. گفت فانها ارض السوء، زیرا این مملکتی یک مملکتی فساد است، مملکتی بد است. در این مملکتی تو کشتار و قتل کاری خوب حساب میخوره. گمان میکنم که خیلی جوان مرد با غیرت بوده است که 100 آدم کشته است. مثل که یک زمانه همو برافسخای زکان در سرزمین های اتحاد شوروی پخش کرده بودند، مردم دیگه با قانون الهی نه، با قانون دزدا زندگی میکردن، رزباراشون با قانون های دزدا میکردن. پس این مرد میگه عازم ره شد. فانطلق حتی اذا نصف طریق ادرکه الموت. روانه شد، در راه میرفت، نصف راه نو طی کرده بود بیچاره که اجلش رسید. این اجل کی کار داره که تو پیش مردای صالح میری یا پیش مردای فاجر میری؟ خدای تعالی و اجل مقدر کرده، ساعتش که اومد تمام، در راه مرگ دریافتش. ملک الموت اومد جانش قبض کرد، در همون بین راه افتیده مرد، به مکانش رسیده. فاختصمت فیه ملائکة الرحمه و ملائکة العذاب. در بالاش هم ملائکه های رحمت جمع شدن، ملائکه های جنت، هم ملائکه های عذاب و عقوبت زبانیه دوزخ. در بالاش بعد دعوا سر شد، ایناش میگن که مال ما های، اوناش میگن نه ای ما های. فقالت ملائکة العذاب جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله. ملائکه های رحمت گفتن که آخه این توبه کنی اومده است، بیچاره توبه کرده بود، سوی مردم صالح به خاطر عبادت خدا اومده است، رو به سوی خدا کرده است، این دیگه شما کاردار نشوه. و قالت ملائکة العذاب
انه لم یعمل خیرا قط. ملائکه ها از او گفتن که کو شما یک کاری خیری همین آدم بگیم، همین چی کاری خیر کرده است در حیاتش؟ این بدگهر 100 کس کشته است، یگان کاری نکردگی نیست، این مال ما هست، به دوزخ میبریمش. فاتاهم ملک فی صورت آدمی، به امر پروردگار یک ملائکه به شکل صورت آدمی ها نزد شو اومد که نشناختنش. ملائکه از خدای تعالی امرش کرد صورت آدمی گرفت پیشون اومد. فجعلوه بینهم، گرفتن در بینشون حکم تعیینش کردن، گفتن همین آدمی است، همین چی حکم میکنه، حکم همین را قبول میکنه. ببینی که رحمت خدا را ببینی که چی مقداره. فجعلوه بینهم، در بین نگه حکم تعیینش کردن. فقال قیسوا ما بین الارضین فإلى أيته ما كان أدنى فهو له. این ملائکه که به شکل صورت آدمی آمده بود به امر خدا آمده است، خدای تعالی تلقینش کرده است، گفت که بین همین دو زمین حساب کنه، قیاس کنه، از همین جای مردگیش تا وطنش حساب کنه و بعدا تا جایی که نیتی سفر داشت حساب کنه، ببینه به کجاش نزدیکتره. فقاسوه فوجدوه ادنا الى الارض التي اراد. وقتی حساب کردن یک چند متر به سوی همون زمینه که نیتی رفتن داشت، به سوی مردم صالح به همون نزدیکتر بود است. فقبضته ملائکه الرحمه، به امر پروردگار ملائکه های رحمتی را گرفتن، جانش خلاص شد. ببینه که این خدای بزرگ چقدر مهربان است. ما پیش گفته بودیم یا تو باشه که اگر شخص نسبت یک برادر مسلمان ظلم کرد، تا زمانی که همون مسلمان گناهش نبخشه هرگز خداوند نمیبخشه. پس اینجا چی نوشیده است که 100 آدم کشته است، 100 آدم با خدای تعالی گناهش بخشید. در این بین یگان مخالفت نیست، زیرا که خدای تعالی اگر توبه بنده را قبول داشته باشه، اگر توبه بنده صدقی باشه، پروردگار به همون مقتول ها، به همون مردایی که این کشت است چنان نعمت های در جنت میته که از بحرش میگذرد. یادتون است که من قصه را کردم براتون که وقتی که صاحب حق دست بردار نمیشود، خداوند میگه آخی برادر دیگه یگان حسنه نداره که بته تو چی طلب داری؟ دیگه پروردگار گناه ها با مینوس کره در سرش بزنی. بعد حضرت خداوندی میگه که سر تا بردار تو جنت تماشا که اول تو دعوت همون یک سر تا بردار نعمت های مرا ببین. وقتی سر میبرداره و میبینه قصرهای طلایی و شهر مثل نقره خام درخشان، گفت پروردگارو این نعمت برای کی خلق کردی؟ بگه برای تو. این برای تو است. میگه ای خدایا آخی من او قدر عملی ندارم که تو در عوض قدر نعمت برای من بتی، برای چی کار میتی؟ میگه بی عفوی که عن اخیک، این همه گناهی همین برادر تا میبخشی و همه نعمت ها را برای تو عطا میکنم. پس ببینه که وقتی شخص توبه کنه، خداوند به همون مردایی که زیان این رسیده است همون قدر نعمت میداده است که از بحر گناهاش میگذشتی. توبه بسیار نعمتی بزرگ است از جانب پروردگار به بندگان عطا کرده، باید به حقی برسیم. قسم به خدا عقلی ما نمیگیره تا کدام درجه دریاهای رحمت خدای تعالی در جوش هستند، اما ما در خواب غفلتیم. درهای فردوس واباد امروز، از بی‌دماغی گفتیم فردا. درهای جنت خدا و درهای رحمت همه هوی است. میدامو میکنن که بنده توبه کن، از گناه ها توبه کن، اصلاح شو. ما میگیم خیلی پگه شوه، ولی مسافر شویم، ولی پنسیونر شیم، به فردا یا موقفش میگذاریم. امام مسلم روایت میکند از حضرت ابو هریره که بار رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود والذی نفس بیده لو لم تذنبوا
لذهب الله بكم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله فیغفر لهم. قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست فرمود، قسم به خدا اگر گفت شما گناه نمی کرده و گناه نداشته، خداوند همه تنیس میکرد، جای شما مردم دیگر خلق میکرد تا اینکه گناه کنن، توبه کنن، خداوند گناهشون به هم برزن. ببینید اگر میگه خدای تعالی میخواست که همه معصوم و بیگناه باشن، فقط همون ملائکه ها کفایه میکردن. ملائکه ها غیر عبادت خدا هیچ کاری را نمیکنن، همیشه به عبادت و به شکر و به ذکر خدا مشغول هستند. اما خداوند آدم آفرید، دنیا را دار امتحان قرار داد. وقتی دار امتحان شد خطا میکنی، بعدا اصلاح میشه. کل ابن آدم خطا. پیغمبر میگه تمام فرزندای آدم علیه السلام خطاکار هستند، به نهایت خطاکار. خطا با بصیغه مبالغه آورده استش، غیر پیغمبران. کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین توابون. بهترین این خطاکارا میگه همون کسایی هستند که توبه میکنن. بازا حرام که هستی بازا، گر کافر و گبر بت پرستی بازا. این درگه ما درگه ناامیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. در رحمت خدا همیشه باز است. بیا ای برادر مسلمان، هر لحظه ای حیات برای ما غنیمت است. هر کدام ما و شما گناهام و ازموهای سرم و زیاد است. این خدای بزرگ برای ما چی بشارت ها داده است. پس از همین باید استفاده کنیم، توبه کنیم، رو به سوی خدا بیاریم تا اینکه پروردگار گناهامون مغفرت کنه، تا اینکه رحمت خچ بالامون نثار گردونه، تا اینکه دنیا و آخرت ما را آبادان بسازه، تا اینکه از آتش جهنم ما و شما را نجات ببخشه، تا اینکه وارد جنت المأوا کند، تا اینکه به دیدار به مثال خودش برسانه. در عوض توبه کردن در کار، رو به سوی اصلاح آوردن در کار، هنوز که دیر نشده است. خداوند وقتی که بنده توبه میکند شاد میشود. بنده گناه کرده توبه کرد، بعد خطا کردنش خداوند آنچنان شاد و مسرور میشود که باور کنید در تعجب میمونی وقتی خبرهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوش میاندازی.